مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 20 ایول در 2 روز عید قربان در یک صدمه در حدود جماعت سلطان آباد نویه رودکی ماشین تویوتا کمری به کنار راه چپه شده راننده 22 ساله ساکن جماعت زینب آباد در راه به بیمارستان جان باخته است. در این صدمه همچنین 3 مسافر این ماشین، یک جوان 20 ساله از جماعت چارگلتپه و 2 خواهر، یکی 18 و دومی همگی 11 ساله از ناحیه بلخی جراحت برداشتند. روز 20 ایول سال 2021 تخمینا ساعت 13:20 راننده ماشین تمغه تویوتا کمری خوجمقلوف اصلدین اسامیدینوویچ سال تولدش 1999 ساکن جماعت زینب آباد نویه رودکی هنگام حرکت در راه ماشینگرد یووان دوشنبه در حدود جماعت سلطان آباد نویه رودکی به کنار راست راه برآمده چپه شده است. در نتیجه راننده автомاشین خوجمقلوف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. مسافر این ماشین کوگانوف منصورجان جورقلوویچ سال تولدش 2001 ساکن جماعت دیوت چارگلتپه همین ناحیه قجلو و زرینه سلیمونا سال تولدش 2003 ساکن جماعت دیوت نواباد ناحیه رومی و نابالغ قجلو و فیروزه سلیمونا سال تولدش 2010 ساکن جماعت دیوت نواباد ناحیه رومی جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی در شرح سبب این صدمه مرگاور گفت راننده تویوتا از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانست. یادآور می‌شویم روز 19 ایول در عرفه عید قربان در 2 صدمه در شورای دوشنبه کولوب 5 نفر به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.